اگه قاشق شروع شد دعوا کردیم سر یه دونه خوراکی. منم همین بعد از رفت خانه داره چند شد حالا به خاطر این یه لحظه بده بچه امروز از این گوه خریدیم و یه سورپرایز مینی نوتلا قرار تست بکنیم و دهنمون صاف شدش. یه لحظه اینو بده بچه. این چند نظرتون؟ 10,000. این چند نوتلا؟ 40,000. باکسش کنیم. صدا گوز میده. بله. واو. من یک ایرانیم. نخورد. نوتلا نفی تا حالا خورده بودی؟ هیچ وقت از یه ایشون نمیزن. تمام شد. خب بچه قراره تستش کنیم. این چه قاشقی؟ قاشق کجا؟ این توش نمیره. میخوام بگی مثلا قاشق کوچیک نداریم. روشنگار بچه منو ببینم. اصلا نمیارزه 40,000 تومن. لحظه بذار منو ریزه بخور. دقیقا شکلات فرمنده. تازه اون خوشمزه تر و زیادتره. نه خفه شو. خوشمزه است. نوتلا خیلی بهتره. شکلات فرمند و ریختن تو این بچه. یه لحظه اگر بچه چیز میشد جای نوتلا شکلات فرمند بودش جای شکلات فرمند اینو میریختن خیلی بهتر میشه. این خیلی خوشمزه تره. قبول کن خیلی خوشمزه تره. البته اینجا شکلات فرمندم هستش. گوشش یه ذره ما داریم این گوشه میخوریم که نوتلا واقعی واقعا. خدا وکیل خیلی بهتره. ولی نمیارزه. اینو بده. میارزه خدایی. یه لحظه بده. 40,000 تومنه. بذار اون پسر رو بگم بچه. 40. یارو داشت میگفت چی نه. یارو پشتمون بود گفت گفتیم حتما باید پیاده رو بری. اگه میخوای بدوی پرام گفت اینا. گفت اگه میخوای بدوی خیابون برو. نه بچه بچه فوشکاری کرد رفتم زدمش. ببین آخرش که اونو یه شکلات فرمند خریدیم بچه. شکلات فرمند رو واسه داداشم خریدیم. بس نوتلا بچه ما وقتی اینا رفتیم خریدیم بچه اونجا داشت رد میشدش. خب ما رو دیدش یه لحظه اینطوری شد گفتش ببین همه قدماش اینطوری بودش تا ما رو دید اینطوری اینو فلش رفت رید به خودش. بعدش آرزو اومد اینا رو داد به من گفت بذار من برم دوباره بگیرمش در رفت. چقدر خندیدیم بهش. زنه ما تخم خود هوارا خود همسایه خود چیزا دارم میگن. تشم بذاریم واسه دادش. واقعا گناه داره تازش این نخورم. واسهش میخوام میبینیم. خب شکلات فرمند اومده تر. آها راستی اینم مونده. این کجاست اون کجاست؟ آها این مونده بچه ها.
بچه ها به نظرتون مگه راستشو بگین، مگه توصیه اینطوری دهنشون رو میذارن اینجا این وامیش وگه اینطوری وا نمیکنن؟ ولی ما اینجوری وا نمیکنیم، ما مثل بچه آدم. یه لحظه بچه ولی ما اینطوری وا نمیکنیم. ما چرا باید دهن بزنیم؟ لیش میکنیم. بیا بازش کنیم واقعا دیگه. ولی خیلی دهن سرویس ها محکمه. میز شکست. ببینید سنگ رسید. من برم اول دستم بشونم، نگین رفت و گوشکوب اینجوری زد. یه لحظه بده بایستا برم بشورم دستمو. ببین به خدا تلاش کنی بچه ها، من نمیدم. ببین با چکشم نزدم. چون جای تنگه ویدیو راه راستی ویدیو گفت داد. آها راستی اینم یادم رفت بگم ویدیو رو لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره تا بتونیم یه دونه استادیوم خفن بخریم تا بتونیم داخل این تنگی ندیم که این بنده خدا بیافته. آی سرم آی. اینا همش فیلمه ها وگرنه این واقعا افتادش سرش فیلمه. سرم فیلمه بچه ولی واقعا کمرم خورد. اوه بهترین چیز قیچی پشتش نصفش کن. نو یه لحظه بده خورشو گاییدم گوزگیش. قیچی هم نمیشه. ها داره بچه اینطوری ناخون اول میکنیم توش. بچه اگه دوست دارین از اون پاستیل ترشک هست و بگیریم بچه اینا واقعا خوشمزن ها. آره بده نصفش کنم. گوگلی شبیه تو دقیقه تو واقعا یه نفکر تا اول گاز بزن من نمیبر بوم شو بابا چندش من نیما نیوادی تو ربطی داره. نیما نیوادی این کار میکنم. بچه این صحنه خیلی بده. باید بذار اینطوری بده چرا؟ بده این اینطوری بده باشه. بله میارزه 10,000 تومان. برو بام شو بابا 10,000 تومان. برو هم لواشک ها هستن انقدر 20 تا تازه توشه. اونا 20 تومانه. خدای خیلی خوشمزه. نمیارزه بچه ها میارزه به خوشمزگی. آره میارزه ولی به 10 تومن نه نمیارزه. 10 میلیون که ندیدی 10,000 تومنه. خیلی فرق میکنه. اگه دوست دارین از این ویدیو چالشی بیشتر بذاری پر لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. لایک های این ویدیو رو هم برسونیم به 10,000 تا 5,000 تا. 10,000 تا اگه این ویدیو لایک بگیره ما دوباره میخریم. اینا که نه یه چیز جدید. اینا 10 تا نه اینا گو خوردم. آره اینا 10 تا میخریم. نه اگه نوتلا هم 400 تومانی بزرگش رو میخریم. 400 تومن. یه لحظه وایسا اینا همش دروغه. اگر ویدیو به 15,000 تا رسید ما میریم شکلات دوبل میخریم. بله تا برس کنید ما بخریم. البته با پولشو در بیار. پول برنج مامان هنو پول برنج خونه‌شو نداده.
و بچه خدا نزن بچه واسه خدافزی همیشگی خودم. گود